الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه الگوهای هدایت خوش آمدید میگویم. در جلسه گذشته پیرامون اصول سیاست های مالی سیدنا عثمان بن عفان اشاره نمودیم. الان اشاره مختصری داریم پیرامون هزینه ها و یا این که در چه راهی مصرف می شد و سیدنا عثمان چگونه مصرف می کردن، اگرچه در برنامه گذشته اشاره نمودیم. و در اینجا می خواهیم که اشاره کنیم که بعضی از انسانهای از خدا بی خبر و یا انسانهایی که یا فکرشان از فکر سبعیون و رافضیون سرچشمه میگیره و یا از اینکه بیخبر ماندن از تاریخ و یا اینکه بعضی از مؤرخین حتی فریب افکار فرسوده خوارج و رافضیون و اینها را خوردن، میآیند به سیدنا عثمان اتهام وارد میکنن که عثمان از بیت المال مسلمین اکثر این مال را برای اقوام خود و برای خویشاوندان خود و برای اقربای خود و نزدیکان خود می پرداخت، که مختصرا روی این موضوع اشاره می کنیم و بعد میریم پیرامون سیستم قضایی زمان سیدنا عثمان و همچنین اجتهادات سیدنا عثمان رضی الله عنه. هزینه های عمومی در عهد و در زمان سیدنا عثمان بن عفان خلیفه مسلمین واضح و مشخص هست، اظهر من الشمس هست که سیدنا عثمان از افراد ثروتمند قریش بود. خود سیدنا عثمان از بیت المال هیچ مبلغی برای خود بر نمی داشت، نیازی نداشت. این که ما بیایم سرمایه و ثروت سیدنا عثمان را معرفی کنیم، گفتیم که در برنامه‌های قبل اشاره کردیم که در زمان رسول صلی الله علیه وسلم کمک های سیدنا عثمان که به جایی رسید که الله سبحانه و تعالی چنان لطف بر سیدنا عثمان کرد که وقتی در جیش العسره و در آن غزوه‌ای که رسول صلی الله علیه و سلم برای صحابه گفتن شما در این غزوه شما کمک کنید، سیدنا عثمان چنان کمک میکنه که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ما ضر، ضررناک نمیشه. بعد از این لحظه و بعد از امروز دیگه عثمان برایش ضرر وارد نمیشه، ضررناک نمیشه، دیگه ضرر نکرده و ضرر نمیکنه. یعنی کمک های سیدنا عثمان، ایثار سیدنا عثمان، فداکاری سیدنا عثمان در عرصه مال، جان واضح و مشخص هست. پس هزینه های عمومی اینه که پرداخت حقوق والیان از کجا میشد؟ از بیت المال. پرداخت حقوق سربازان از کجا میشد؟ از بیت المال. پرداخت هزینه های حج
مصارفی که در حج صورت می گرفت مثل پرده کعبه و سایر مصارف دیگری از بیت المال می شد. تأمین هزینه های بازسازی مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم از کجا می شد؟ از بیت المال. همچنین هزینه هایی که برای بازسازی و برای توسعه مسجد الحرام از کجا بود؟ از بیت المال. پرداخت دستمزد و چیزی برای مؤذنین از کجا پرداخته می شد؟ از بیت المال. همه اینها. اما این که اشاره کردیم که سیدنا عثمان با اقوام خود چگونه روابطی داشت، آیا این که میگن سیدنا عثمان از بیت المال برمی داشت برای اقوام خود و برای خویشاوندان خود میداد، آیا این درست هست؟ اگر اقوام سیدنا عثمان جز مؤذنین، جز سربازان، جز والیان، جز بالآخره مسئولین و موظفین بودن، خب حقی بود که برای دیگران داده میشد، برای اینها هم پرداخته میشد. یک نکته. نکته دیگر این که سیدنا عثمان اقوام و خویشاوندان خود را دوست داشت، اما از این که از مال بیت المال برای اقوام خود اضافه تر اختصاص بده، این چیست؟ این غوغای خوارج، غوغای سبائیون، غوغای رافضیون و اینها فقط موضوعاتی که جز اباطیل و اکاذیب و چیز دیگری نیست. سیدنا عثمان رضی الله عنه اقوام خود را دوست داشتن، اقارب خود را دوست داشتن، خویشاوندان خود را دوست داشتن، از سرمایه شخصی خود برای اونها میدادن، به مشکلات اونها رسیدگی میکردن. پس به اینه که این اتهام کاملا از سیدنا عثمان برداشته است، چون سیدنا عثمان سرمایه داشتن، ثروت داشتن، تاجر بودن، از سرمایه شخصی خود، از تجارت شخصی خود، از اون ثروت شخصی خود برای اقوام خود و برای خویشاوندان خود و برای اقربای خود وقتی میدادن اختیار کامل داشتن. و سیدنا عثمان شخصیتی نبودن که آنها خدای نخواسته و نعوذ بالله من ذالک نسبت به مال بیت المال بی توجهی کنن. بناهن دشمنان هر آنچه که بگوییم، خب طبعا دشمن وقتی که دیگه کاری نتانه کرده شروع میکنه به تهمت، شروع میکنه به تحقیر، شروع میکنه به استهزاء، چون کار دیگری از دستش نمیآیه. دشمن الله میبینیم که بعضی از دشمنان الله را استهزاء میکنن، به الله تهمت وارد میکنن. بعضی از دشمنان به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تهمت وارد میکنن. خب وقتی که ما میبینیم که به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تهمت زدن، به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حتی اشاره کردن که تو عدالت کن، چرا عدالت نمی کنی؟ به رسول صلی الله علیه وسلم، به ناموس رسول صلی الله علیه وسلم وقتی تهمت زده بشه، خب طبعا به اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم، به خلفای الراشدین، به بزرگان دین تهمت وارد میشه. پس سیدنا عثمان وقتی در تاریخ و بعضی از مورخین هم میگه که عثمان به اقوام و خویشاوندان خود توجه میکرد، بله توجه میکرد، از مال شخصی خود و از ثروت شخصی خود بود. سیستم قضایی سیدنا عثمان چگونه بود؟ سیدنا عمر رضی الله عنه در بخش قضایی ارکان و اصول را نهادینه کرده بود که خلیفه بعد از او بتوانه به همین اساس پیش بره. در بخش قضا سیدنا عثمان رضی الله عنه وقتی خلیفه شدن در مدینه 3 قاضی بود. در مدینه 3 قاضی بود.
علی بن ابی طالب، زید بن ثابت و صائب بن یزید. اینها قاضیان مدینه بودن، فتوا به دست اینها بود، قضاوت دست اینها بود. سیدنا عمر در امر قضا به اینها استقلال کامل داده بود، قضاوت میکردن. سیدنا عثمان رضی الله عنه به اینها استقلال داده بود، اما اشاره کرده بود سیدنا عثمان که وقت مسئله آمد، مسئله قضایی، با هم مشوره میکنیم و سایر صحابه به جریان میمانیم، فقهای دیگر، علمای دیگر، و بالآخره با مشوره اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم قضیه باید فیصله بشه. پس فرق سیستم قضایی زمان سیدنا عمر و سیدنا عثمان این بود که سیدنا عمر استقلال کامل برای قضات خود داده بود و سیدنا عثمان نظارت کامل داشت و با مشوره اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم. مشهورترین قاضیان زمان سیدنا عثمان بن عفان کیها بودند؟ در مدینه منوره گفتیم که علی بن ابی طالب، زید بن ثابت و وصاء بن یزید رضوان الله علیهم اجمعین. مشهورترین قضات در مدینه منوره که این سه بزرگواری که اشاره شد و همچنین در ولایات مختلف و در جاهای دیگر، اینه که ابو دردا رضی الله عنه قاضی بود در دمشق، کعب ابن سور در بصره و ابو موسی اشعری بر علاوه که مسئولیت امارت و ولایت را داشت قاضی هم بود در شام، شریح در کوفه و یعلا ابن امیه در یمن و ثمامه در صنعا، عثمان ابن قیس ابن ابی العاص در مصر. این سیستم قضایی زمان سیدنا عثمان ابن عفان که مسئله قضا خیلی مهمه، مسئله قضاوت. الله سبحانه و تعالی می فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات. این مسئله قضاوت یک امانت هست. الله امر میکنه شما را که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. باید اویی که صلاحیت داشته باشه، اویی که بتانه از این مسئولیت عظیم و بزرگ برآمده، باید به عنوان قاضی و به عنوان حاکم و به عنوان حکم قرار بگیره. و همچنین الله سبحانه و تعالی میفرماید و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. باید عدالت صورت بگیره. پس به اینه که سیدنا عثمان بن عفان این شخصیت ها را در دمشق و در بصره و در شام و در یمن و در صنعا و در مصر به عنوان قاضی و به عنوان که اینها در بین مشکلاتی که برای اینها مراجعه میشه و مسائل و احکامات اسلامی، اینها خودشان به عنوان حاکم و قاضی قرار بگیرن و سیدنا عثمان را در مسائل به جریان بمانن و بگذارن. پیرامون اجتهادات سیدنا عثمان، خود سیدنا عثمان اجتهادات داشتن، چون اجتهادات سیدنا عثمان هم به تعبیر حدیث رسول صلی الله علیه و سلم سنتی و سنت خلفاء الراشدین، سنت من و سنت خلفاء الراشدین. اجتهادات سیدنا عثمان چیست؟ انشاءالله بعد از یک میان برنامه اجتهادات سیدنا عثمان بیان می شود. با ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي
يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحیما. ای کسانی که ایمان آورده اید، مالهایتان را در میان خود به ناحق نخورید مگر اینکه تجارتی باشد که از رضایت شما سرچشمه بگیرد و خود را نکشید، همانا الله نسبت به شما مهربان است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. مجددا خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قبل از میان برنامه پیرامون سیستم قضایی زمان سیدنا عثمان بن عفان و مشهورترین قاضیان و یا قضات زمان سیدنا عثمان بن عفان اشاره نمودیم. اجتهادات سیدنا عثمان بن عفان از جمله اجتهادات سیدنا عثمان زیاد هست. سیدنا عثمان در مورد قصاص، در مورد جنایات، در مورد تعزیرات و همچنین اجتهادات سیدنا عثمان در عبادات، در زمینه عبادات و معاملات و اجتهادات زیادی هست که از آن جمله مثلا در حد شرب خمر در زمان رسول صلی الله علیه و سلم حد شرب خمر 40 شلاق بود. در زمان سیدنا عمر در اوائل 40 شلاق بود، اما وقتی سیدنا عمر دیدن که این 40 شلاق برای بعض انسانها شکل عادی هست، این را برای خود خیلی یعنی جزای کاملی نمی بینن، سیدنا عمر رضی الله عنه دستور داد که آنهایی که برایشان 40 عادی هست 80 شلاق زده بشن. زمان سیدنا عثمان از جمله اجتهاداتشان این بود که افراد را می دیدن، برای بعضی انسانها 40 شلاق و برای بعضی انسانها 80 شلاق به خاطر حد شرب خمر. این از اجتهادات سیدنا عثمان بود که جمع بین 40 و بین 80. کسی که برایش 40 تازیانه و 40 شلاق کفایت میکرد، سیدنا عثمان میگفتن کفایت میکنه، و کسی که میدیدن که برایش 40 شلاق مهم نیست و از 40 شلاق پند و عبرت و اندرز نمیگیره، میگفتن 80 شلاق و 80 تازیانه زده بشه. و همچنین مثل قضیه دزدانی که در زمان خلافت سیدنا عثمان دزدان خود را انداختن در کاروانی و بالاخره اشخاصی را مورد ضرب و شتم و بالاخره حتی چند نفر وقتی به قتل رساندن، والی و منطقه خبر به سیدنا عثمان رساند که ما جمعی از دزدان گرفته شدن و قتل کردن، کشتار کردن، اذیت کردن، اما عده این کار را کردن و عده با اونها همکار بودن و در این راستا سیدنا عثمان دستور دادن که همه را بکشید و همه را قصاص کنید و همه را
گردنشان را بزنید تا اینکه جامعه از شر این چنین افراد مفسد در امن و در امنیت باشه. چون قرآن میگه ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. و همچنین در مسائل عبادی از اجتهادات سیدنا عثمان اینه که در منا و عرفات به جای 2 رکعت نماز سیدنا عثمان 4 رکعت نماز ادا می‌کردن که از اجتهادات سیدنا عثمان رضی الله عنه بود. و همچنین اذان دوم در نماز جمعه و در روز جمعه که هست از اجتهادات سیدنا عثمان ابن عفان هست. قضیه زن مطلقه و زنی که شوهرش در بستر مرگ، یعنی یک مرد در بستر بیماری افتاده در حالی که میدانه که از دنیا میره، در حالت مریضی زن خود را طلاق میده. این از اجتهاداته که قضیه‌ای که زن مطلقه‌ای که شوهرش در بستر مرگ او را طلاق میده تا اینکه ارث نبره. وقتی از دنیا مرد میره و این زن از ارث محروم بشه، سیدنا عثمان فرمودن این زنی که طلاق شده و شوهرش از دنیا رفته آیا در تحت عده بوده یا نه؟ بله، در تحت عده شوهرش بالاخره از دنیا رفته. سیدنا عثمان از اجتهاداتشان هست که این زن ارث میبره و باید برایش میراث داده بشه. و همچنین تدوین مصحف واحد که بزرگترین و یا از بزرگترین افتخارات سیدنا عثمان ابن عفان هست که او را میگوین جامع قرآن. از بزرگترین افتخارات سیدنا عثمان. خود تدوین قرآن، جمع قرآن مراحل داره که خلاصش همینه که مرحله اول در زمان نبی کریم صلی الله علیه و سلم قرآن جمع میشه، قرآن نوشته میشه که بحثش طولانی هست. رسول صلی الله علیه و سلم کاتبان وحی داشتن. هر آیه‌ای که به رسول صلی الله علیه و سلم نازل میشد رسول صلی الله علیه و سلم دستور میدادن که او نوشته بشه. در زمان سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه مرحله دوم هست تدوین قرآن، جمع قرآن. وقتی که حافظان قرآن اکثرا شهید میشن، سیدنا عثمان دستور میدن که قرآن جمع بشه که مبادا اگر حافظان قرآن شهید شدن این قرآن پراکنده نباشه، پس جمع باشه. یک نسخه از آن جمع شد و در زمان سیدنا ابوبکر صدیق و بعدا رسید به زمان سیدنا عمر فاروق و این نسخه‌ای که سیدنا ابوبکر صدیق جمع کرده بود به دست ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها میرسه. در زمان سیدنا عثمان ابن عفان که انس ابن مالک روایت میکنه که وقتی که حذیفه ابن یمان از غزوات ارمنستان و آذربایجان و از اینها به مدینه آمد، برای سیدنا عثمان ابن عفان گفت که مردم شام و عراق در خصوص قرائت قرآن اختلاف میکنن، قرائات مختلف. سیدنا عثمان متوجه شدن که اگر این اختلاف قرائت قرآن به وجود بیایه شاید که مشکلات بزرگتری بین امت اسلامی ایجاد بشه. سیدنا عثمان روان میکنن به دنبال همان نسخه‌ای که پیش به نزد ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله عنها بود. نسخه را می آورن. سیدنا عثمان وقتی که نسخه را گرفتن بعداً می فرستن به دنبال زید ابن ثابت، عبدالله ابن زبیر، سعید ابن عاص و عبدالرحمن ابن حارس. برای اینها میگن که این نسخه را بگیرید و از این نسخه چندین نسخه برداری کنید و با
لغت قریش و با زبان قریش که قرآن نازل شده بود و رسول صلی الله علیه و سلم لغتشان بود این را بنویسید. چندین نسخه از این برداشته میشه. سیدنا عثمان بن عفان از این نسخه های متعدد روان میکنن به شهرهای مختلف، به مناطق مختلف و در هر گوشه‌ای که در تحت سیطره خلافت اسلامی بود از این نسخه ها روان میشه و باقی نسخه هایی که در هر گوشه پراکنده بود سیدنا عثمان جمع‌آوری میکنن و اونها را در بعضی اقوال میاره که آتش میزنن که دیگه نسخه نباشه که از روی اون اختلافی به وجود بیایه و انسانها دچار اختلاف بشن. سیدنا عثمان نسخه که از زمان سیدنا ابوبکر صدیق بود و به زمان سیدنا ابوبکر صدیق جمع شده بود، پس او را میفرستن برای ام المؤمنین حفصه، او را تسلیم میکنن. این از جمله بزرگترین افتخارات سیدنا عثمان بن عفان هست که تدوین مصحف واحد. کتاب امروز هم من و شما این قرآن را میخوانیم و تلاوت میکنیم. این نسخه است که سیدنا عثمان بن عفان جمع کرد و دستور داد به حافظان قرآن و دستور داد برای کسانی که تخصص با قرآن داشتن که گفتیم از آن جمله زید بن ثابت، عبدالله بن زبیر، سعید بن عاص، عبدالرحمن بن حارس و سایر و بعضی دیگر از اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم که در رأس این مسئولیت زید بن ثابت قرار داشت. این بود به طور خلاصه و فشرده پیرامون سیستم قضایی زمان سیدنا عثمان و بعضی از اجتهادات سیدنا عثمان بن عفان که انشاءالله به برنامه بعد پیرامون فتوحاتی که در زمان سیدنا عثمان صورت گرفته انشاءالله بیان می شود. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.